بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا تو آن گونه‌ای که من دوست دارم، پس مرا آن گونه کن که تو دوست داری. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم آمین. سلام مردم، هم نفس یاد خدا. الهی که خوب باشین. برنامه یاد خدا رو با یه نجواگونه ای از امیر بیان امام علی علیه السلام آغاز کردم در این صحن و شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها، آستان مقدس حضرت کریم اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، تا یادآوری بشه که ما میخوایم راجع به نهج البلاغه صحبت بکنیم. بنشینیم پای درس اخو القرآن کریم، پای کلمات نورانی امیرالمومنین امام علی علیه السلام که ابن ابوالحدید معتزلی که از دانشمندان اهل تسنن هست، یکی از معروف ترین شرح‌ها رو بر نهج البلاغه داره در قرن هفتم. او میگه که کلام علی فراتر از کلام مخلوق و فروتر از کلام خالق است. کلمات عجیب غریبی از اندیشمندان دنیا پیرامون نهج البلاغه داریم که برای ما مسلمان ها و شیعه ها میطلبه که بیش از پیش اهتمام بورزیم، تورخ کنیم این کتاب شریف رو و درس زندگی ازش بیاموزیم. به این امید و با این امید و آرزو تا پایان این نوبت از یاد خدا با ما همراه باشید در آستان مقدس حضرت کریمه. السلام علیک یا سید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نهج البلاغه قرآنی است. نهج البلاغه قرآنی است که اندکی از مقام خود پایین آمده. این جمله جرداغ مسیحی است پیرامون نهج البلاغه. سلام علیکم و رحمت الله. استاد اعوانی عزیز، کارشناس محترم ما که پیرامون نهج البلاغه صحبت میکنن و میشنویم استفاده. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم. منم محضر شریف شما و همه بینندگان عزیز سلام و رحمت خدا رو بر اونها انشالله از خدا تقاضا میکنم. زنده باشید. محبت دارید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. 2 برنامه کنار شما نشستم و لذت بردم و یاد گرفتیم به راهنمایی شما با استفاده از کتاب شریف نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین. توی انتهای برنامه گذشته، یعنی محتوای برنامه گذشته این بود که امت مطلوب امیرالمومنین از دریچه عمدتا نهج البلاغه چه امتی، چه ویژگی‌هایی داره و اینها. شاخصه هایی رو مطرح کردید، صبر و پایداری در تنگناها و فشارهای مختلف و همراهی مردم و اینها، و اینکه ما امیرالمومنین رو به خاطر خدا بخوایم، همونطور که او ما رو برای خدا میخواهد. من آخر برنامه که فرمودید انشاءالله این مهیا بشه و اون گروه قلیل وصل کنن دنیا رو به ظهور امام زمان و اون آرمان شهر انشاءالله، عرض کردم آیا می شود واقعا، یعنی روی کاغذ این احتمال وجود داره که یادم شما قویا اشاره کردین بله می شود، حالا توضیحش بود توی این جلسه. حرفم این بود که بالاخره 1400 سال گذشته کسانی که چهره به چهره مقابل امامان معصوم می نشستن، از جمله همین امیرالمومنین مقابلش می نشستن، پایکار نموندن، همه جا زدن. حالا قدرت بوده، ثروت بوده، کمکاری بوده، بیحالی بوده، کسلی بوده، تنبلی بوده، نمیدونم هر چی بوده که پایکار اهل بیت نموندن. الان که 1400 سال گذشته دنیا خوشگل‌تر داره خودشون نشون میده، این عروس دنیا و خیلی‌ها رو جذب خودش کرده عمدتاً. با این تفاصیل آیا واقعا امیدی هست که عده‌ای پیدا بشن توی دنیا و این کار رو انجام بدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. من ان شاء الله ازم آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. ببینید کی داره این سوال رو میپرسه؟ آیا ما مصممیم؟ اگر مصمم باشیم آری به یاری خدا میشود، اما چگونه؟ ببینید شما در زیارت عاشورای آقا سید الشهدا علیه السلام حضرت رو خطاب قرار میدید، میگید یا ابا عبدالله فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. به امام حسین عرض میکنیم آجون من از اون خدایی که مرا گرامی داشت به واسطه معرفتی که از شما به من مرحمت کرد
از اون خدایی که دشمنی دشمنان شما رو روزی من کرد، از اون خدا مکررن، اسأل فعل مضارعه استمرار رو میرسونه، مکررن مسئلت میکنم که من تو همین دنیا معیت شما رو داشته باشم، رکاب شما رو درک کنم و طبیعتاً ول آخره، دنیا رو با حضرت بودیم، آخرت هم انشالله از اینجا. به امام حسین من نمیگم آقا جون من هستم، اینو نمیگم، میگم از خدا خواستم که باشم. این یعنی اولا من مصممم، چون اگه مصمم نبودم که به حضرت نمیگفتم این رو. اما آقا جون من مثل اونایی نیستم که گفتن بیا، شما اومدی جا خالی دادن تیر خورد به شما. من از خدا میخوام مکررن. این اولا یعنی اون کسی که اهل یاری امامه، اهل ارتباط تنگاتنگ با خدای متعاله، چون ولی بزرگوار خدا ولی بزرگوار اون خداست. اگر قرار باشه کسی ولی خدا رو یاری بکنه، باید ارتباط تنگاتنگی با خدا داشته باشه تا هدف برای اون معنی پیدا بکنه، تا بدون در کنار اون ولی بزرگوار خدا میخواد به خدا برسه. این عزم و تصمیم اولا باید جدی باشه. ثانیاً بعد از اینکه جدی شد، این ارتباط با مبدأ رو به معنای واقعی کلمه حفظ کنه. بذارید مثال بزنم. مثال بزنید. از خود نهج البلاغه مثال بزنم. اولا اون که صحبت کردیم در مورد دنیا، اینکه دنیای مردم آرام بگیره، هیجان حرص مردم نسبت به دنیا آرام بگیره تا حضرت کار رو به سرانجام برسونه، در اون مورد صحبت میکنم در نهج البلاغه ان شاءالله. اما این موقع الان دارم در مورد این ارتباط با مبدأ صحبت میکنم. بینندگان بزرگوار ما رو این فکر کنن چرا امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 97 نهج البلاغه، که خطبه است که جناب سید رضی میفرماد زمانی که یاران امیرالمؤمنین در نبرد نهایی با معاویه سستی کردند، امیرالمؤمنین ناراحت شده داره این حرفا رو میزنه. اولا حقم داره ناراحت شده. اگر اینها در نبرد نهایی با معاویه سستی نمی‌کردند، ای چه بسا معاویه در همون جنگ از بین میرفت، فردا روزی امام حسن مجتبی با دسیسه همین معاویه به شهادت نمیرسید، ای چه بسا فردا روزی یزید بعد از معاویه به قدرت نمیرسید، آقا سید الشهدا علیه السلام به شهادت نمیرسید، ناموس خدا به اسارت نمیرفت، اصلا تاریخ عوض میشد. میخوام بگم حق داره ناراحته. حالا ناراحته، ببینید چی میفرماد. فرمود لوددت والله ان معاویه صارفنی بکم به درهم و دینار. به خدا قسم آرزو میکنم معاویه به وسیله شما با من صرافی بکنه، مثل صرافی درهم با دینار. مستحضرید هر 10 درهم سکه نقره 1 دینار سکه طلاست. من آرزو میکنم معاویه 10 تای شما رو از من بگیره، یه دونه یارای خودش رو من بده. او چرا این همه لشکر آمده به عشق مولا این حرفا چرا؟ فرمود صاحب اهل الشام یعص الله و هم یطیعونه و صاحبکم یطیع الله و انتم تعصونه. صاحب شام معاویه خدا رو عصیان میکنه و مردمش مطیعشن، اما من که امام شما هستم مطیع خدا هستم، اما شما من عصیان میکنید. یعنی اونا تو باطل خودشون سفتن، شما تو حق خودتون سفت نیستید. حالا ببینید از اینا داره گله میکنه، شکوه میکنه، چی فرمایش میکنه، اینو توجه کنید. رو این خواهش میکنم تحمل کنیم همه. چرا؟ گوش کنید. فرمود لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من یاران پیامبر بزرگوار رو دیدم. حالا خود وجود مبارکش گل سرسبد یاران پیامبر بزرگوار ماست. فما ارا احدا یشبههم منکم. یک نفرتون رو هم شبیه اونا نمیبینم. آقا الان هزاران هزار پارکاب امیرالمومنینن دا. یک شما بعد به من میگید که آقا میشه، چرا اون موقع نشد؟ آیا الان میشه؟ من میگم میشه، اما اونجوری که حضرت داره ارائه طریق میکنه شدنی است، وگرنه نه. خب این چجوری دارم توضیح میدم. اونجوری که ایشون میگن اگر بشود. خب اتفاقا نکته سر همینه. اینی که من از اول گفتم مصمم هستیم یا نه، الان دارم من عرض میکنم فرمایشات امیرالمومنین دارم فرمایش میکنه از امیر، ما چه خبر؟ اونا این حرفا رو تحویل نگرفتن، حضرت داره. خب ما تحویل بگیریم. این که من از اول عرض کردم ما مصمم هستیم یا نه، دقیقاً نکتهش همینه. نشانه‌های این تحویل گرفتن پیدا شده ها. دقیقاً همینه. من اگر نشده بود که اینو امیدوارانه در این جلسه با مردم به اشتراک نمیذاشتیم. من جلسه قبلم اگه یادتون باشه عرض کردم، حتی در مورد اون نکاتی که در مورد صبر عرض کردم، گفتم بینی و بین الله خدا این رو در مردم شریف ما دید. اتفاقا همین نگاه ما رو به آینده امیدوار میکنه. ما چرا اینقدر امیدواریم به آینده؟ برای اینکه با این مردم داریم به یاری خدای متعال میریم جلو. نه فقط نگاه ما اتفاقا رو. اون حرفی که ما به حاکمیت داریم همینه. میگه آقا این مردم شایسته بهترین ها هستن. تمام سعی و تلاش باید این بشه که مردم دنیای خوبی رو داشته باشن، چون این مردم دنیا رو هدف قرار ندادن.
اگه هدف قرار نمیدادن بچه نمیدادن. المال و البنون زینت الحیات دنیا. من یادم نمیره آقای قوامی که یک مادر شهیدی اون اوایل رحلت مرحوم امام بزرگوار ما قبر مطهر امام رو خطاب قرار داد. همینطوری که دارم میگم این صحنه‌ای بود که من دیدم. ای امام، من 4 تا بچه‌مو دادم، بازم میدم، تو زنده شو. الله. خب ببخشید، اولادنا اکبادنا، الان بچه شما یه خط رو صورت شما بیفته نگران میشید. 4 تا دسته گل شده، میگه بازم دارم میدم. همون دسته گلی قرآن میگه زینت الحیات دنیا. او خدا اینا رو داره میبینه، نه فقط اون ایام ببینه. خب مرحوم امام مردم رو برای چی میخواست؟ اریدکم لله. مردم هم پای او ایستادن گفتن ما هم شما رو لله میخوایم. به خاطر اینکه شما رو لله میخوایم جوان میدیم، مال میدیم. در همین قضیه نگاه کنید، مردم طلا جواهر می آوردن میدادن، پویش ایران صف میکشیدن. این دنیا جذابه. اینا چی؟ مردم شریف ما بیستن آقای قوامی. من اینا رو ما دیدیم. ما کسی نیستیم الکی هندونه زیر بغل مردم بگذاریم اینجوری که نمیشه. ما خودمون جزئی از این مردمیم. حالا من ادامه بدم فرمایشات اینو حضرت. مردم مظلوم و مستضعف دنیا هم فهمیدن. یعنی فقط ما خودمون چشمون امید نداریم، مردم دیگر دنیا هم امیدشون به اینجاست. همینطوره. به همین جهت باید همه از خدا کمک بگیریم که انشالله این حاکمیت خوب پا بگیره تا مردم همچنان امیدوارانه کار رو پیش ببریم. امیرالمومنین میفهمد من یک نفرتون رو شبیه اونا نمیبینم. ببینید ارتباط با مبدا رو دارم توجه میدم. حالا در مورد اینکه چه کارهایی باید کرد خود حضرت هم چیکار کرده فرمایشات رو فرموده، من عرض میکنم. فعلا نکته اول رو دارم میگم. حضرت میفهمد یک نفرتون هم شبیه اونا نیستید. اونا چجوری بودن؟ اونا اینجوری بودن لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا و قد باتوا سجدا و قیاما یراوحون بین جبابهم و خدودهم و یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادهم کأن بین اعینهم رکب المعزا من طول سجودهم اذا ذکر الله حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم و مادوا کما یمید الشجر یوم الریح العاصف خوفا من العقاب رجاء للثواب. این امت مطلوب امیرالمومنین. فرمود اون کسانی که رکاب پیامبر رو درک کردن، ما با اونها کارهای بزرگ در جامعه کردیم، حاکمیت الله رو در مکه مدینه مکه رو فتح کردیم و اونا کسانی بودن که شب رو در حالی به روز می‌رسوندن که یا مشغول قیام بودن یا مشغول سجود بودند. یراوحون با دو جیمی یعنی نوبتی، یا پیشانی هاشون روی خاک ساییده میشد یا گونه هاشون از سر تواضع به زمین الصاق داشت. اونا کسانی بودن که وقتی معاد یاد میشد مثل کسی که روی سطح داغ واسطاده میخواد پاش نسوزه مضطرب میشدن، اینطوری نگران میشدند. اونا کسانی بودن اونقدر اهل سجده های طولانی بودند پیشانی هاشون مثل زانوی بز پینه بسته بود، مهر لعاب داده شده که نبود. مثل امروز شما هرچی هم سجده کنی اتفاقی نمیفته. این بزرگان رو ما دیدیم، خاک زمین بود، خشم بود، سجده می‌کردن، رد مینداخت، سجده رو سجده، زخم می‌شد، زخم روی زخم بسته می‌شد، پینه می‌شد، پینه روی پینه، مثل زانوی بز پینه بسته بود. وقتی خدا یاد می‌شد، ببینید ارتباط تنگاتنگه، وقتی خدا یاد می‌شد اذا ذکر الله حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم، چنان از سر محبت به خدا اشک می‌ریختن که این گریبانشون از اشک چشمشون خیس می‌شد. مردم ارتباط تنگاتنگ با خدا داشتند. من همینجا یه پرانتز مهمی رو عرض بکنم. حاکمیت نمیتواند نسبت به دین مردم ارتباطشان با خدا بی تفاوت باشد. باید برنامه داشته باشه که مردم چطور میتونن. ببینید ما در قرآن کریم هی میبینیم وعلموا ان الله مع، ان الله مع. معیت خدا با کیاست؟ ما امروز در عرصه بین‌الملل دشمنانی داریم که نمیخوان این نظام که نظام اسلامی پا بگیره. خب ما معیت خدا رو نیاز داریم، همراهی خدا رو نیاز داریم تا ما پیروز میدان باشیم. معیت خدا با کیاست؟ واعلموا ان الله مع المتقین و مع المحسنین. این خیلی نکته مهمیه. این یعنی ما باید ببریم جامعه رو به سمت تقوا، به آرمان‌های الهی. خب این نکته. لذا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 121 هم که گله میکنه همین حرفو میزنه. در خطبه 121 بعد لیلة الحریر داره فرمایش میکنه. فرمود ارید ان، ببینید این امت زمان امیرالمومنین متاسفانه نبود اونی که میخواست. میفرماد انی ارید ان اداوی بکم و انتم دائی. من میخوام درد جامعه رو با شماها درمان کنم، خود شماها درد منید. اینجوری قریب شده.
خب وقتی آدم غریب میشه قبول دارید آیا عوامی یاد کسانی میفته میگه ای کاش اونا بودن؟ این عینهای نهج البلاغه رو مردم شریف ما برن بخونن. ما صبح جمعه ندبه میکنیم عین الحسن عین الحسین، اون ذوات مقدسه همیشه بودن. این همه ما متوسل میشیم، این همه شبای عملیات با یاد و نام اونها در کنار خدا اینجوری بودیم، اونا که نبودن. عین شما. حالا عینهای امیرالمومنین نها کنید. عین القوم الذین دعوا، این امت مطلوب اینه که نیست، داره شکوه میکنه، داره توجه میده. عین القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوه و قرأوا القرآن فاحکموه و هیجوا الی الجهاد فولهوا ولها اللحاق الی اولادها. لحاق به ماده شطوری میگن که بچه داره. کجا اون کسانی که وقتی به سمت جهاد فراخونده میشدن مثل این ماده شطور که دنبال بچهش با اشتیاق میدوه اینطوری به سمت جهاد فراخونده میشدن؟ آقا جون اینا کیان؟ ببینید باز به ارتباط تنگاتنگ داره توجه میده با خدای متعال. میفهمید اینا کسانی بودن که مره العیون من البکا، خمس البطون با صاد من الصیام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الالوان من السحر، علی وجوههم غبرة الخاشعین. اینا کسانی بودن اونقدر اهل اشک برای خدا بودن چشاشون به سفیدی میزد، اونقدر اهل روزهای آنچنانی بودن به لاغری میزد، اونقدر اهل دعا بودن لباشون به خشکی میزد، اونقدر سحر بای دوشش یعنی شب زنده‌داری، اهل شب زنده‌داری بودن رنگ چهرهشون به زردی میزد. بعد میدونید چی فرمود؟ اینجا رو گوش کنید. امیرالمؤمنین تشنه یک همچین امتیه. بعد امیرالمؤمنین علیه الصلوة و السلام ببینید اینجا رو گوش کنید. فرمود اولئک اخوانی الذاهبون، اینا داداشای من بودن که رفتن. فحق لنا ان نظمع الیهم، سزاواره که ما تشنه اونها باشیم. و نعظ الایدی علی فراقهم، سزاواره که ما انگشت حسرت در فراق اونها بگزیم. باورتون میشه؟ امیرالمؤمنین تشنه ادعیه. ما میگیم ایوان نجف از آقا جون کی بشه بیایم حرمت، آقا جون دولت بگه آقا جون دلمون تنگ شد. به جان خودم امیرالمؤمنین دلش تنگ شده برای اینا. ما تشنه اینا، سزا تشنه اینا باشیم. او منتظر است تا که ما برگردیم، ماییم که در غیبت کبری ماندیم. متاسفانه اینطوریه. بنابراین این یه نکته که نهج البلاغه داره بهش توجه میده. ببینید نهج البلاغه داره نیرو تربیت میکنه برای رکاب ولی. نکته دوم، یادتونه خاطر شریفتون هست گفتیم که این نگاه مردم اگر نسبت به دنیا یه نگاه هدفی بشه، جبهه باطل دقیقاً این دنیا ما رو میتکونه، ما اون موقع کم میاریم خدایی نکرده. حالا ببینید امیرالمومنین باز همین حرف رو میزنه. دارم خطبه 208 نهج البلاغه رو توجه میدم. فرمود مشکل شما میدونید چیه؟ من نمیتونم با شما کارهای بزرگ بکنم. شما قد احببتم البقاء و لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون. شما بقای در این دنیا رو دوست دارید، چرب و چیلی دنیا شما رو گرفته و منم نمیتونم شما رو زورتون بکنم، مجبوری ببرمتون جبهه جنگ. خب اینا رو به زور اگر میبرد، مثلا اگرم میشد فرار میکردم، بد بود برای امیرالمومنین علیه السلام. شما مشکلتون اینه. خب حالا آقا جون چیکار کنیم این مشکل حل بشه؟ ببینید من این نکته عرض کنم، من به سیف سجادی تاکید کردم جلسات قبل. بله. امام سجاد چرا؟ امام سجاد وارث کربلاست. یعنی دقیقاً رصد کرده چی شد که اون شد، ما چیکار کنیم که اون نشه. در صحیفه هم داره نیرو تربیت میکنه برای رکاب ولی بزرگوار. صحیفه سرتاسر مهدویته. این وقتی اگه لازم شد باید مفصل صحبت بکنیم. اول دعای 8 همین حرفو میزنه امام سجاد، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. خدایی به تو پناه میبرم که حرص من نسبت به دنیا، حرص یعنی علاقه شدید، این هیجان پیدا بکنه. هیجان یعنی همونی که گفتم، عرض شد که دنیا هدف نیست، وسیله است برای رسیدن به اون هدف. هیجان حرص یعنی دنیا رو هدف تلقی کنیم. هدف تلقی کنیم دشمن اینو میبینه. وقتی دشمن اینو فهمید دنیای ما رو تکون میده، میگیم میشه دیگه تکون ندید، هرچی شما بگید، مشکلات شروع میشه. با ما هم نمیشه کارای بزرگ کرد. خب حالا چیکار کنیم آقا جون؟ الان بالاخره دنیاست، جذابیت داره. برمیگرده در این کلمات قصار 349 نهج البلاغه رو نگاه کنید. میفهمید خب جناب سید 8 خط فرمایش نقل میکنه، من دارم دقیقاً خط 8 رو میخونم. ماشاءالله به این حافظه. چند بار میخوام بگم بگم واقعا ماشاءالله به این. نه خواهش می‌کنم، سلامت باشید. خیلی داریم استفاده می‌کنیم، همرم آدرس دقیق سلامت باشید. در کلمات قصار 349 دقیقاً جمله آخر میفهمید من اکثر من ذکر الموت رضی الدنیا بالیسیر.
اگر کسی مرگ رو زیاد یاد کنه به کم دنیا راضی میشه. مرگ رو زیاد کنه به کم دنیا راضی میشه. حالا جالبش میدونی کجاست؟ ببینید چه خبر از این امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین هر شب آقای قوامی، ببینید هر شب مردم رو یاد مرگ میندازه. دقیقاً به همین دلیل آقا من مصمما با شما کارهای بزرگ بکنم، انی اریدکم لله، من شما برای خدا میخوام، شما چرا منو برای خدا نمیخواید، برای دنیای خودتون میخواید. ببینید هر شب اینا رو یاد مرگ. این هر شب از کجا آوردم؟ این که گفتن هر شب بخونم. هر شب از کجا آوردم؟ ببینید جناب شیخ مفید کتابی داره به نام الارشاد. جلد 1 رو اگر دوستان برن ببینن، حالا طبق نسخه‌ای که حقیقی دیدم صفحه 234 میفهمد انه کان ینادی فی کل لیلة. هر شب امیرالمؤمنین ندا میکرد. حالا این رو من داخل پرانتز عرض کنم، همین حرفا رو جناب سید رضی در نهج البلاغه آورده در ضمن خطبه 204 نهج البلاغه. البته سید میگه کثیرا ما ینادی به اصحاب، زیاد امیرالمؤمنین با این عبارات اصحابش رو خطاب قرار میداد. اصحابش یعنی کی؟ مردمی که با اینها میخواد کارا رو انجام بده، به سرانجام برسونه، امت مطلوب امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. ببینید اینجا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام هر شب جناب شیخ مفید میفرماد در کتاب الارشاد، اما جناب سید رضی میفهمد کثیرا ما ینادی به، زیاد امیرالمؤمنین با این عبارات. اما شیخ میگه هر شب. خب هر شب دقیقاً چه ساعتی؟ فمات حین یأخذ الناس مضاجعهم للمنام، دقیقاً زمانی که پهلوهاشون آماده میگرفت میخواستن استراحت کنن، ینادی داد میزد. با چه صدایی داد میزد؟ پدر امت دیگه. کسی نگه آقا چرا آقا جون نمیذاری پدره. پدر سختشه ببینه بچه‌هاش دارن اشتباه میرن و اونا خدایی نکرده اون جایی هم که فردا پدر نخواهد بود. پدران عزیز ما الان این رو درک میکنن. اگر خدایی نکرده بچه به یه سمتی بره شما به یه سمتی، این نگرانتون میکنه. امیرالمؤمنین پدره. دغدغه‌های پدر مادرای فعلی همینطوره. یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، من و تو دو پدر این امتیم. این پدر ببینید دقیقاً اون موقع شب با چه صدایی؟ به صوت یسمعه کافة اهل المسجد، با صدایی که تمام اهل مسجد، اگر کسی در همین مسجد کوفه که ما مشرف میشیم حضور داشت و من جاوره من الناس، اینو جالبه، حتی همسایه های مسجد هم میشنیدن با چه صدایی داد میزد، این حرفا رو میزد. هر شب مردم رو یاد مرگ میندازه. چرا؟ برای اینکه دنیا رو خیلی جدی نگیرن. دنیا، بازم تاکید میکنم، باز حرفایی که ما میزنیم کسی فکر نکنه بابا دنیا رو نباید داشته باشیم. والله به خدا ما اینا رو نگفتیم. ما جلسات قبل گفتیم امیر براش مهم مردم دنیای خوبی داشته باشن، دنیای آبادی داشته باشن. به مالکشتر فرمود و امارت بلادها، میری اونجا شهرهای مصر رو آباد میکنی. نه این دغدغه امیرالمؤمنینه. اما اومدیم و نشد، اومدیم و هزار اتفاق تا به اونجا برسه. ما سر کار داشتیم، سر راه داشتیم، میخوایم چیکار کنیم؟ بکشیم عقب، کم بیاریم؟ نمیتونیم به این خونهایی که ریخته شده پاسخگو باشیم. ما صدها هزار خون این شجره طیبه رو آبیاری کرده. خب حالا چیکار کنیم؟ هر شب اونا رو یاد مرگ میندازه. چه جوری؟ تجهزوا رحمکم الله، خودتون رو مهیا کنید. ندای کوچ فقط نودی فیکم بالرحیل، ندای کوچ بین شما سر داده شده. و اقل العرجة علی الدنیا، این وابستگیتون رو به دنیا کم کنید. فان امامکم عقبة کبودا لا بد من الورود علیها، پیش روی شما بعد از این مرگ گردنهای سختی وجود داره، چاره‌ای هم نیست، باید از اینا بریم. برای اینکه مردم دنیا رو خیلی جدی نگیرن تا اونجایی که آخرت رو بیخیال بشن و کم بیارن در مقابل دشمن، هر شب اینا رو یاد مرگ میندازه. این خیلی نکته مهمی است. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، مرگ رو چجوری میخواید یاد کنید؟ من در لسان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مفصل در این مورد صحبت دارم. اما چون میدونم اونجوری که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مرگ رو یاد میکنه بعضیا قطعا نمیپسندن، که حالا اگه لازم شد عرض میکنیم، به شما عرض میکنم. خب یک روشی هم امام سجاد برای یاد مرگ داره. این یاد مرگ امام سجاد رو دریابید. دعای 40 صحیفه سجادی همینه. و کان من دعای علیه السلام اذا نعی الیه میتون، زمانی خبر مرگ کسی به حضرت میرسید، ما میگیم آخش الهی به حرفا، حضرت سریع شروع میکنه با خدا صحبت. او ذکر الموت، مرگ رو که میخواد یاد کنه، امام سجاد داره در قالب این الفاظ با خدا صحبت میکنه. بسیار دعای مهمی است. امام سجاد اون روش امیرالمؤمنین رو داره ها. من به شما میگم دعای 40 صحیفه و اون نگاه امیرالمؤمنین که یاد مرگ چگونه میکنه بسیار زیباست، بسیار کارآمده، که انشالله خدا کمک کرد انشالله در جلسه ای اگر فرصت کردیم مفصل انشالله به اینها میپردازیم. یاد فرمایشم از رسول خدا افتادم، فرمودن این دلها هم مثل آهن زنگار میگیرن. پرسیدن با چی صیقلیش کنیم؟ فرمودن که با تلاوت قرآن و یاد مرگ. همینطور.
حالا هم شبکه قرآن و هم یاد مرگ صحبتش بود به نظر. خدا انشالله به همه مردم شریفمون طول عمر با عزت و عافیت مرحمت کنه. اینی که داریم عرض میکنیم برای اینکه دنیا هدف نشه دنبال اینیم، بله، وگرنه مردم ما شایسته بهترین های دنیا آخرتن. آقا خدا خیرتون بده. خدا به شما سلامتی. اجرتون با امیرالمومنین باشه. خوبه ان شاء الله. اجر همه ان شاء الله با هم. ان شاء الله با او مشهور باشیم، هم در دنیا هم در برزخ هم در آخرت. الهی آمین. به دعاتون. خیلی ممنونم. سلامت باشید. خیلی ممنون که همراهی کردید برنامه خودتون رو. این 3 جلسه‌ای که خدمت حاج آقای اعوانی بودیم سعی کردیم که بیش از پیش یاد بکنیم از کلام نورانی امیرالمومنین نهج البلاغه شریف که خیلی دغدغه همه علما و بزرگانمون همین الان حضرت آقا هم هست که ان شاءالله بیش از پیش اهتمام بورزیم به این کتاب شریف و مفاهیمش. مراقب خودتون باشید. یا حق. خداحافظ. آقا ممنون. زنده باشید. خدا حفظتون.